خب دوستان، در ویدیوی قبلی طریقه سرویس و تعمیر این چرخ و گوش رو به شما دوستان عزیز آموزش. در این ویدیو قراره راجع به سیم کشی این موتور صحبت بکنیم و چطور بتونیم در صورتی که این موتور خراب بشه این قسمت ها رو سیم کشی و سربندی کنیم. ببینیم ما برای اینکه این موتور رو راه اندازی کنیم نیاز هست که برق رو به قسمت استاتور یا همون بالشتک ها متصل بکنیم، یعنی یک سمت از برق رو به این سمت از بالشتک متصل بکنیم و سیم دیگه برقمون رو به این سمت از بالشتک متصل کنیم و خروجی سیم این بالشتک رو به یک زاغال متصل و خروجی این سمت از بالشتک رو به این سمت از زاغال دوم متصل کنیم تا موتور شروع به حرکت کنه. ولی در این موتور کمی سربندی متفاوت هست که باعث شده موتور چپگرد داشته باشه. خب من این کلید ها رو بیارم به شما نشون بدم. ببینید این کلید برای خاموش و روشن هست که به این شکل مشاهده و 3 تا پین داره، پین 1، پین 2 و پین 3 که در حالت خاموش بودن این کلید پین 1 و 2 متصل هست و در حالت روشن بودن این کلید پین 2 و 3 متصل هستش و در این کلید پین در حالت خاموش پین 2 و 3 متصل هست و در حالت روشن بودن این کلید موقعی که این کلید رو وصل میکنیم پین 1 و 2 متصل میشه و برعکس اون کلید هست، اون در حالت خاموش پین 1 و 2 متصل هست و در حالت روشن پین 2 و 3 متصل است. این در حالت خاموش پین 2 و 3 متصل است و در حالت روشن پین 1 و 2 متصل هستش. اینو میتونید جایی یادداشت بکنین که میخوام راجع به سربندی سیم کشی این موتور به شما بگم. برق ما وارد این ترمینال شده، یک سیم قهوه‌ای و یک سیم آبی که از قسمت این سیم آبی که به این ترمینال متصل شده یک سیم بنفش و یک سیم قرمز خارج شده. این سیم بنفش و این سیم قرمزی که الان اینجا مشاهده میکنین از این قسمت رد شده که سیم قرمز به این قسمت متصل شده. این قسمت بالشتک اگر نگاه کنین به این سمت از کلاف این بالشتک متصل شده و از خروجی این سمت 2 تا سیم خارج شده، یه سیم نارنجی و یه سیم قهوه‌ای. در موتور قبلی ما موقعی که برق رو به این قسمت متصل میکنه خروجی رو به زغال متصل، ولی اینجا از این قسمت بالشتک یه خروجی گرفته، از قسمت زغال هم یه خروجی گرفته که بتونه مدار رو هم در جهت راست هدایت کنه هم در جهت چپ، که بهتون میگم به چه شکلی هست. این سمت هم به همین شکل. برق ما که از این دو شاخه ما خارج شده قرمز اون سمت بود، بنفش هم این سمت هست، بنفش به اینجا متصل شده. از این قسمت هم به همین شکل 2 تا سیم خارج شده، یک سیم زرد و یک سیم سفید که سیم زرد به این قسمت بالشتک متصل می شده و سیم سفید به زغال، که در حالت عادی ما اگر می‌خواستیم این موتور راه اندازی کنیم باید این قسمت خروجی این بالشتک به موتور متصل شد، ولی کمی کار متفاوت است. ما در این دسته سیممون 3 تا سوکت داریم و این قسمت هم 3 تا سوکت داریم. ببینید 3 تا سرسیم داریم، سوکت داریم و اینجا هم 3 تا سوکت داریم. این سوکت ها چی هستن؟ مربوط به این قسمت که سیم زرد هستش به اینجا متصل شده و از اینجا انشعاب گرفته به این قسمت متصل شده و سیم نارنجی که از اینجا خارج شده از این قسمت به اینجا متصل شده و از اینجا انشعاب گرفته به اینجا متصل شده. یعنی ما در هر دو کلیدمون یک سیم نارنجی و یک سیم زرد داریم. در این سمت یک سیم نارنجی داریم و یک سیم زرد. حالا اون 2 تا سیمای دیگه چی هستن؟ سیم قهوه‌ای و سفید. این سیمای قهوه‌ای و سفید همون سیم‌های زغال این موتور هستش که از خود موتور خارج شده. ببینید سیم سفید در اینجاست، سیم قهوه‌ای هم در اینجا که خارج شده به اینجا متصل. 2 دسته سیم داریم، یه سیم به کلید خاموش و روشن و یه سیم دیگه به کلید چپگرد متصل شده. این قسمت سیم ها که به این شکل مشاهده می‌کنیم به دسته سیم کلید خاموش روشن متصل شد. خب
اینم بهتون میگم یادداشت بفرمایین اگه دوست داشتین. پین اول سیم نارنجی به این قسمت متصل میشه و در پین دوم سیم سفید و در پین سوم پین زرد متصل میشه. پس شد نارنجی، سفید و زرد، نارنجی، سفید و زرد. و در این کلید که این پین اول ما هستش، سیم زرد، سیم قهوه‌ای و سیم نارنجی هستش. پس شد زرد، قهوه‌ای و نارنجی که اینا هستش. این دسته سیم زرد، قهوه‌ای و نارنجی به این قسمت متصل میشه. اگه یادتون باشه گفتم در حالت خاموش بودن این کلید پین اول و دوم متصل است و در حالت روشن بودن پین 2 و 3 متصل است. پین 2 و 3 همونطور که به اون اشاره کردم سیم های سفید و زرد متصل می شدن. پس زمانی که سیم سفید و زرد به این قسمت متصل میشه، حکم اینو داره که ما این سیم زرد رو بیاریم به این قسمت زغال متصل میکنیم. امیدوارم این قضیه براتون قابل درک باشه. و این قسمت هم به همین شکل باید سیم نارنجی رو به سیم زرد متصل. این کار رو به وسیله کلید ما انجام میدیم. در حالت خاموش بودن این کلید پین 2 و 3 متصل هست که به پین 2 و 3 چه سیم هایی متصل بودن؟ این در این قسمت قهوه‌ای بود و در این قسمت نارنجی بود. پس ما میایم وقتی این کلید خاموش هست پین نارنجی رو به قهوه‌ای متصل میکنیم و این کار باعث میشه موتور ما کار کنه به این شکل. حالا موقعی که ما میخوایم از چپگردون استفاده کنیم، این در حالت راستگرد موتور هستش. حالا موقعی که ما بخوایم از چپگردون استفاده کنیم به چه شکلی است؟ حتما دوستان یادتون نره این قضیه. ما برای اینکه بتونیم از این موتورها خروجی چپگرد بگیریم باید موتور رو ابتدا کاملا خاموش بکنیم. اگر این کار رو نکنیم موتور ما میسوزه. پس موتور رو در حالت خاموش قرار میدیم تا موتور کاملا متوقف بشه. بعد از اینکه موتور متوقف شد، ببینین حالا میتونیم از کلید چپگرد استفاده کنیم. در حالت خاموش بودن این موتور گفتم بهتون پین 1 رو به 2 متصل میکنه. پین 1 و 2 ما چه رنگی بودن؟ اینا رو حتما دوستان یادداشت بکنید. پین 1 سیم نارنجی بود و پین 2 سیم سفید بود. پس اینجا میاد نارنجی رو به سیم سفید متصل میکنه. برعکس عمل میکنه دوستان، برعکس عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی چی نارنجی رو به سفید متصل میکنه؟ این قسمت سیم پیچ رو که در این قسمت هست رو میاد به این زغال این سمتی متصل میکنه. این از طریقه سیم کشی. حالا بریم موتور رو یه تست بگیریم بدون اینکه نیاز به کلید داشته باشیم. من از این گیر سوسماری استفاده میکنم. باید این قسمت از سیم زرد رو به سیم سفید متصل میکنم. به این شکل سیم زرد رو به سیم سفید متصل. این کار رو میتونم از قسمت سرسیمام انجام بدم. و اینجا به وسیله این گیره این قسمت سیم نارنجی رو به سیم قهوه‌ای که محل زغال هست متصل میکنم. این رو لحظه‌ای به برق متصل میکنم تا شما مشاهده کنید موتور شروع به کار کرد. جهت موتورم توجه کنید در چه جهتی هستش دوستان. موتور ما در این قسمت در جهت عقربه های ساعت تاب میخورد به این شکلی که مشاهده کنید. حالا این روش کار موتور هستش که به این شکل در جهت عقربه های ساعت تاب. حالا اگر میخوایم خلاف جهت عقربه های ساعت تاب بخوره، میایم این سیمی که به این قسمت متصل هست رو کاری نداریم، میایم به این سمت از زغال بالا متصل میکنیم و این سمت از استاتور رو به این سمت از زغال متصل میکنیم. ببینین یه شبیه سازی هستش دوستان.
همین کار رو ما میتونیم با این قسمت سوکت ها انجام میدیم. همین رو هم میتونیم به این شکل از روی زغال ها انجام بدیم. این سمت از استاتور رو به این سمت از زغال متصل کردم و این سمت از استاتور رو به این سمت از زغال بالا متصل کردم. حالا موتور باید خلاف جهت عقرب‌های ساعت کار کنه دوستان. ببینید الان موتور در این قسمت تاب میخوره. من یه تیکه چسبی چیزی به این قسمت متصل بکنم که بتونیم ببینید چرخش موتور در چه جهتی هستش در حال حاضر. و یه لحظه تو شاخ رو به بر متصل میکنم. دوربین رو کمی زوم کنم که متوجه بشین. این دوستان در خلاف عقرب‌های ساعت تاب میخوره. من یک بار دیگه به شما نشون بدم. ببینید چرخش چسب خلاف جهت عقرب‌های ساعت هست. خب دوستان این از طریقه سیم کشی موتور چرخ گوش هست. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده. تا ویدیوی بعدی بدرود.